یک روز زندگان تو را هم یاد میکنند. давление баланд шуд ягон хе бемор набуданд. بسیار خوب خوانده است لیکن محمد جان نقصتر میخواندن گفته میمانم. امروز روز مولودی شادروان محمد جان موحدینов. یگان توی خوجندی ها به دلربا مرحبا نمیگذارد. وقتی که بیمار بودن در کاردیولوژی بودن سانی استاد هم تو میشن دوران شیطان حرکت کرد دوستین میگی وای بوی نمیشد وای سرود بوی نمیبرد. تو ملت شیخ میدفعه میگفتن علما خاطرات در یادی من هست. یعنی به توی خانه دور شویم. به توی خانه دور شویم دعوت کردنی بودم. خودشون پیش پنجشنبه بگو همش سری فراوانی. یکم زپسی رفتی بودیم. همونجوری دیدی بودم یکم بار. من یک تشه izmenение کردیم. کلانترین мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии Асл либосу пойафзолҳо аз Туркия. интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори панҷшанбе аз тарафи чапи регистон. Асл олами либосҳои мардона. یک روز زندگان تو را هم یاد میکنند. قدری تو را شناخته فریاد میکنند. این مصرع ها را کسی تاکنون فراموش نکرده است. زیرا این مصرع ها را با آهنگ در آوردن یکی از صنعتکاران شناخته و ورزیده تاجیک که افسوس میخوریم از آنی که امروز در بین ما و شما نیستند. شما خوب درک کردید. بله محمد جان موحدینов الکی 12 سال میشود که از این عالم رفتند. افسوسی به حد میخوریم زیرا که یکی از سیماهای شناخته و برجسته تاجیک بودند. دوستان عزیز و ارجمند، باید هم قید کرد که اگر امروز قید حیات می بودند به سن مبارک 61 می رسیدند. افسوس دوامی 12 سال می شود که در بین ما و شما نیستند. امروز سنه در تقویم 29 اپریل سال 2022 است و بخشیده به زادروزی همین هنرمندی نوتکرار در مؤسسه دولتی کاخ فرهنگی ابو عبدالله رودکی برنامه کنسرتی با اشتراک فرزند شادروان فردوس موحدینов و علاخصوص همه آنهایی که امروز برآمد میکنند، یعنی من صنعتکاران را در نظر دارم، فقط و فقط ترانه‌های شادروان محمد جان موحدینов را میسرایند. اخلاصمندان، دوستداران و مخلصان استاد با این تالار جمع آمده ایستادند تا از تماشای این برنامه کنسرتی لحظتی معنوی بردارند و در قطار دیگر شخصان ما نیز آمدیم تا لحظه با سیماهای شناخته هم صحبت شویم و خاطره های از استاد پرسان شویم که چی خاطره ها دارند، چی لحظه های فراموش ناشدنی دارند که می توانند با ما امروز قصه کنند. ما حرکت میکنیم که از رفت برنامه کنسرتی امروزه حدالامکان با شما پارچه پارچه لحظه های بهترینش رو نمایش دهیم. بینندگان عزیز و ارجمند، با شما که از هر گوشه و کنار ما رو تماشا میکنید فقط و فقط تماشای خوش رو تمنا میکنید. سخنوان میکنم پیشکش کردید و خیلی شادم که تا هم سودای ترانه و چهره ترانه و دریا داده را قدر میکنید. اولین نفری که ما خواستیم هم صحبت شدیم قهرمانی برنامه کنسرتی امروزه فرزندی جگرمند استاد فردوس موحدینов.
یک بار دیگر السلام علیکم. سلام علیکم. هزار رحمت که در برابر اینقدر تشویش و سیرکاری برای ما وقت جدا کرده. من مولودی استاد رو برای شما نیز مبارک باشد میگویم. تشکر زیاد رحمت. و بگذار که آخرت استاد آباد باشد. الهی جشن جنت باشه. بگذار. خب عموما این چندمین کنسرتی است که بعد وفاتشون روی کار اومده ایستاده است. بعد از وفات پدرم 2010 سال بود. 2011 سال یاد بود تشکیل کرده یاد بودیم. بعد 2015 بود. 2017 این از 2022 چهارمین کنسرت درباره یادبودی پدر بزرگوارم محمد جان موحیدینوف. خب پیش از مرگشون چند مدت قبل اون نفر روی صحنه برآمده بودند و سرود خوانده بودند؟ تو وقتی چه گویم وقتی وفاتشون نه آخرین برآمد استاد در توی بود در یگان کنسرت در کجا بود؟ آخرین برآمدی پدرم توی معرکه ها بود. توی معرکه ها بود و آخرین سرودشون من زمزمه کرده بودم 2015 بخیالم یا 2011 نمی‌کنم. از همه تو زیباتر از همه تو عالاتر همین سرودشون بود. خب مرگ استاد بابت مرگ استاد یعنی فوتیدن استاد بحث ها خیلی زیاد هستن. یک نفر بیمار شدن میگن، یک نفر دیگر چیز رو اساس میدونن. من سبب اساسی چی باعث کردی؟ همین داولینی چون بلند شد. بیماری. کن داولینی بلند شد. یگان خیلی بیمار نبودن. یگان خیلی یک داولینی بلند شدگی ما نفهمیدیم. یعنی قبلا بیماری نداشتن؟ نه. آدمی بقوت بودن. بهترین. خب هر باری که بعدی فوتیدنشون شما روی صحنه میبروید چه احساسات شما رو فرا میگیره؟ راستی گپ سرچنده جدایم دشوار بود. هم تو که آوازشون میشنیدم خودم گم میکردم یا برامده سرود میخوندم هم خودم میداشتم. آهسته همین آوازشون عادتی شده موند. سانی خودم عادت کردم. حاضر میخونم این قدرم سرچنده چخیل وای میکردم از بدنم میگذشت همون چیز عادتی شده موند. حاضر من نکنم این چیز به سهلی با آسانی میگذارم. مبادا آخران نصیحت هم شد یعنی همین گونه میسر گردید به شما که پیش از مرگشون شاید یکون سخنی گفتند که تا کنون شما تا حال فراموش نمیکنه. چی گفتند؟ آخران سخنی استاد به شما؟ آخرین من از خودیم با همراهی پدرم کلان شدگی من بسیار نصیحت کردی کلان شدگی راستیگه همین حکایه ها کردی شعر و معنایی که همین خوش رو نصیحت میکردن که درک میشد من آخرین همین ویشان نصیحتشان که معامل یاکدانه گفتن که پسرم این حیات دشواری چیزاش بسیار لکه همین چه دان که کالی خدا دانگی چیز زو باید دو غذا با یک طرف با منی کالی منانگی همش با این تو یک میشه هم به این حیات به احتیاط شد تو قیم میشد این حیات همه خیر گفتگی بودن پس نمی آخرون پویشان میگن سخنشون. بیننده عزیز و ارجمند من یک چیز رو قید کردنی هستم که امروز با فردوس موحیدینوف سخن کردن آسان نیست لیکن بر زمین این ما خواستیم و خواهشی ما رو این نفر به زمین نگذاشتن و اینقدر سخن کردن. در انجام سخنرانی با فردوس موحیدینوف ما تکرارا میگوییم که بگذار آخرت استاد عزیز آباد باشد. از دور شانه تو را یاد میکنم در هر کجا نشانه تو را یاد میکنم از کوچه های شهر خیال چون میگذرم ایوان گلفشانه تو را یاد میکنم از هفت رنگ تابشی رنگین کمانی دور صد رنگی جهانی تو را یاد میکنم از بس در آستانت مانده است لختی دل یک گور آستانی تو را یاد میکنم از دور آشیان تو را یاد میکنم در هر کجا
وقتی که همین سرودها ثبت میشدن من گفتم که گوش کنید اون بچه‌ها دخترها باید که اقلا 80% سبک محمد جان محیدینوف رو مردم باید که حس کنن. آوازی ناتکراری محمد جان البته هیچ کس نمیتونه مثل وای سرود خوانده، لیکن اقلا اون فضایی که امروز در کنسرت فضای موسیقی و آواز و سرودهای محمد جان محیدینوف رو باید که مخلص حس کنند. این مقصد اولینی ما. بعد وقتی که می حافظان سرودهای خود رو بسیار تیار میکردن میگفتن که استاد نشده است، استاد مانند نشده است، استاد دشوار شده است، تنالستشون بلند، تنالستشون پست. یعنی با آواز هر یک حافظ البته سرودی خود رو خوب اجرا میکند، لیکن سرودی شخصی دیگر رو همچون خودش خواندن بسیار دشوار است. مخفی نیست. 1000 زور خوانیدم. گفتی خوجندی های و گفتی مخلصان که بسیار خوب خوانده است، لیکن محمد جان نقصتر میخواندن گفته میمانم. هم اگر این خیلی گپا شود خفه نمیشدگی، چون که این سرود البته مؤلف خود را دارد و شنونده مخلص از آواز اون که آواز اون کس از لحن اون کس شنیده است و این به معنی اون شخص ثبت شده است. چه خیلی که خوب نخوانید میگویند که محمد جان زیرتر میخوان. برای این من شاگردان گفتم که اگر نوادا از یگانجا گویند که تو نتونستی یا تو تونستی یعنی تو نقض نشد نقض شد، این چیزا رو گفتم یگان اهمیت نمیده. مقصد ما یعنی کنسرت امروزی ما با مخلصان باز یک بار یادآوری کردن از آن است که سرودهای محمد جان رو حالا همه در یاد دارند و میسرایند و گوش میکنند در بزم ها، در معرکه ها و در کنسرت ها. وقتی که میخوانند میگه که اوه این سرودی محمد جان محیدینوف. امروز سنه 29 اپریل است. امروز روز مولودی شادروان محمد جان محیدینوف است که ما تمام اهل هنر صنعتکاران امروز آمده هستیم که یک روز خاطره، یک ترانه های خاطره، یک از آهنگ های خاطره که شادروان محمد جان محیدینوف میخوندن برای مردم، پسند مردمی آمد. در توی های معرکه ها زیب انمی معرکه این شادروان محمد جان بودند. ما با همراهی دوستی شادروانم، دوستی عزیزم محمد جان محیدینوف به نهایت دوستی نزدیک بودیم. آن کس مرا خیلی حرمت میکردن که حکیم جانکا شما هم نامی پدرم ادشی پدرم گفته رسا خروسان میشدن، گپای نیک میگفتن، حقیقتا هم خدمت خلقنده بودم. اگر من همین دوستی عزیزمان همین روز زنده می بودن به سنی مبارکی 61 می در آمدم. امروز زاد روزشان محمد جان عزیز الهی جایی که تان جنت شود، قبرتان پری نور گردد. فردوس جانم آینده به شما با این همین صنعتکاری نامدار شده همیشه در خدمت خلق باشد و سرودهای فردوس جان عزیزم شنیده همیشه خرسندی کنیم.
аз бас ки мо ҷавон ҳастем ба мо он рӯзҳо муяссар нагардааст ки ҳамроҳи устод муҳаммадҷон муҳиддинов ягон барномаи консертиро пеш бурда бошем ё ягон тӯю маъракаро ҳамроҳ пеш бурда бошем. Аммо шукрона ки ба устодони азизу олиқадри мо насиб кардааст. Ба мисоли устод Азамход Акбаров. Устод ассалому алайкум. Салому алайкум. Ташаккур ки ба мо вақт ҷудо кардед. Барои шумо ҳама вақт. Сипос. Ман медонам ки чандин барномаҳои консертиро, чандин аз тӯю маъракаҳоро ҳамроҳи устод Муҳаммадҷон Муҳиддинов шумо пеш мебурдед. Хуб, чӣ хотираҳо аст аз он замонҳо? як хислати бисёрам барҷастаи Муҳаммадҷон Муҳиддинов дар ёди ман нақш бастааст. Он кас ҳамеша аз худ норозӣ буданд. Норозӣ аз он ҷиҳат ки кор мекарданд, суруд эҷод мекарданд, лекин ҳамоно сурудҳои худашон танқид мекарданд. Мегуфтанд ки ин дафъа аин зӯр кардан дар кор. Ин дафъа боз аз инам зӯр кардан дар кор. умуман дар ҳофизои солҳои пеш ҳамин хислат бештар ба назар мерасид. Яъне ки мо ягон бор намешунем ки сурудам зӯр шуд. ҳама вақт худашонро танқид карда меистоданд. Мегуфтанд ки бигзор дигарро таъриф кунад, мо кор кардан мегирем. Анами хислаташон буд дар ҳақиқат Муҳаммадҷон акоя. Ягон бор намегуфтанд ки ҳамин суруди беҳтарин шудагӣ, ҳамин суруди зӯр шудагӣ. Ҷудо агар аз ин зиёд гӯям, мега як бор ҳамин суруда гӯш кунед чӣ хел шудааст. Барои ҳамин яке аз хислатҳои бисёрам дар хотири ман нақш бастагиш ҳамин чиз. Боз дигар хислатҳои наҷибашон буд, албатта бисёр меҳрубон буданд. Гуфторашон рӯйрост гап мезадану, лекин кирдору амалашон меҳрубонона буд. Масалан, нохост як кас ба як чӣ харида медоданд, ё ки нохост давраҳои пахта рафтагиёмон ёдам ҳаст, фанклуби Тироз буд. Мо вақте ки пахта рафтем, он кас гуфтанд ки ман дертар мерам. ҳамаи ҳофизо, навозандаҳо дар ҳамин ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар яке аз хоҷигоҳи деҳқонӣ барои пахтачинӣ рафтага будем. Яке Анварако Қосимов гуфтанд ки Муҳаммадҷон омад, ябор ҷуритон чи Муҳаммадҷон чизе овардагӣ. Баъд рафтем ки ҳамин қафои мошинашон ба бисёр хӯрокҳои лазизу чизои мана шумо пахтаи чинитон, мо шумо ва зиёфат овардем. Гуфта ҳамин хел. Барои ҳамин гумон мекунам ки ҳамин суруди Дилрабо марҳабо мағзи халқи Хуҷанд ба шишта мондагӣ. Ман гумон мекунам ки дар тӯйҳои Хуҷанд, визитни карточки тӯйҳои Хуҷанд, агар ҳамун тӯй ба суруди Дилрабо марҳабои Муҳаммадҷон Муҳиддинов агар садо диҳад, 100% гуфтан мумкин ки ҳамун тӯи хуҷандиҳо. Ягон тӯи хуҷандиҳо бе Дилрабо марҳабо намегузарад. Дуруст. Ба шумо раҳмати калом. Саломат бошед. Миннатдор. Саломат бошед. дӯстони азиз, мо боз бо дигар симоҳои шинохтам ҳам суҳбат мешавем. من از خوردی خیلی مخلص اشدی استاد محمدجان مهیدینوف بودم و بسیار آرزو میکردم که با اون کس روبرو شوم. و یکمی بار وقتی که من کرسی یکم سال 1999 در فاکولته صنعت میخوندم، اون کس رو دیدم، حتی سلام کردم. برای من یک فکرم همین خیلی خوشبختی بود که من با محمدجان مهیدینوف سلام کردم. حتی مرا لرزه گرفتگی بود. و در مدتی سالهای زیاد باز همکاری کردیم، در یکچند معرکه یک جای می رفتیم. عموما من از استاد بسیار چیز آموختگی و سبب صنعتکار شدن من هم این البته سرودهای استاد است. تا جایی که من میدونم اون نفر کمتر راستگو، حقیقتگو و دنگلگو بودن. همین خیلی. مبادا یکون سخنهای نگفته بودند که زمانی که شما نو شروع کرده استاد باشید و سخت رسیده باشد با شما. نه راستی گپ شوخی میکردن، لیکن شوخی البته بیزیان بود. خب امروز کدام ترانه؟ من امروز ترانه روزی که عاشقان از هم جدا شوند، روزی که زورها به متکا شوند، روزی که آدمان به آشنا شوند و قدر شاعران آن وقت میرسند. از خوردی بسیار دوست داشتم، من نصیب کرد همین روز میخوانم. خب سال 2010 که فوت اون نفر بود، کی به شما خبر داد و چگونه شنیدید شما؟ راستی من وقتی که بیمار بودن در کاردیولوژی بودن،
همون وقت من فهمیدم و البته به عیادتشان رفتم گرچه که معلوم نمی‌موندن به نزدشان از همون وقت من باخبر بودم. ما میگیم که آخرتشان آباد باشه. الهی به شما رحمتی کنم. سلامت باشید. من وای آدم رو که برادری جانی حس میکردم بیش نه برای چی این گپ میگم چون که همون رو دیدم و همین کار به صنعتکاری من وای شدگی سببی صنعتکار شدنم همونو. خب شما چگونه شنیدید کی به شما خبر داد که افسوس که از بین ما رفتن؟ همین در شهر بودیم ما همین شهرانه بودیم تیمبول جیانی محمد جان کو انوار اکون همسیفی اکون میشن همین همسیفی اکون انوار اکو قطعی اکون من به همین خبره همون تو بدادم можна сказать где-то همین 1 ساعت نشده بود در можно сказать вот так так что очень было жаль. همین از پیشی همین خانه‌شون هم گذریده کرد خانه‌شون پیش پنجشنبه بگو همش سری فراوانی همین که بعضی موزیکانت‌های حافظه نامش نمیگم اینجا بیا چون که دیگه چی ها ایشکا ما سرمی ها یه سام بسیار می‌مانتو میگن چی گیرون داده با اسباب‌های من امبر اتیور که می خانات بیام لازم میشه اینو هم گیر گفته چهار اشکالش بودو که بفرستوندن استادی بزرگمان بای محمد نیازوف در وقتی درس ها با ما گفته بودند که هر یک کس مهری خودش را دارد یعنی برای گفتی روزها گوییم اگر отпечатка пальцев یعنی هر یک کس علاهیده است. بله. یعنی استاد محمد جان محیدینوف نیست علاهیده و خالی روزها اوریجینال نه. این نمود صدای و این نمود آهنگ و این خیلی طرز حالا گفتم ممکن نبرآمده است در تاجیکستان عزیزمو حالی نبرآمده است این خیلی رویه و یکی از قصه های از همه عجایبش همین شده بود که استاد یک روز همراه دوران جان گفته که موزیکانتش ها همین دام خودشان را استخدام می‌کردن یک سرودی بسیار هم جالب می‌سازند و همون شعرش فراموش کرده میرم پیش دوران با همون دوران جان وقتی که با استاد معرکه نداشتن خالگی و مارکتی میرفتن و در روز که عبدالله همین استاد یک تا سرودی زور خواندگی و بیت همین خانم یک رو امروز گفتند بعد همون سرود مرا غمگین مکن در زندگانی همین سرود ما خواندیم ما معرکه و خواندن سر کردیم یک روز استاد بعد ارانجировка کرده رنگ و تاب داده میبرارن که استودیو یک جورشون رفقشون گوش میکنن ماما جان این سروده فقط بچه نمیخوند میگفته نام منو بگیره ثانی استاد هم تو میشن حد دوران شیطان فکر داد است همه خیلی کرده همین سروده با نصیبی من بوده است من امروز برای یاد بودشان اکنون زمزمه کرده میتیم روشان شاد باشد استاد بسیار هم آدمی بزرگ بودن
دو بود خانه ایلام ارمانوف و شادروان ایلام ارمانوف در همونجا یکم زپسی رفتی بودیم همونجا دیدی بودم یکم بار محمد جون مویدینوف کدی شتی بودیم استاد کدی باور کنید چشم ما کندگیم نه چهره جان خوشرو آدمی قد بلند اخون خاکسار همونجا فاتحه‌شون گفتی بودیم مویا هیچ خدایی سخن گوییم که همونجا در سرود ایجاد کرده بودم یا همین سرود ایجاد میکنه از توی دل از قلب جان هم آهنگای خودشان است بسیار دوستشون می‌داریم برای ما زنده هستن استاد وقتی که استاد در خاندان ما می آمدن ما هم بچه که معیده بودیم 6-7 ساله دویده می‌برامدیم که استاد یک سیماشون بینیم گفته برای ما بسیار یک چی گویم فراموش نشدنی بود زیرا که می آمدن یک سخنشون بود وقتی که پدرم دعوت کردن می آمدن احمدوف دعوت میکردن بعد وقتی که ما دیدیم برادیم تو ملت احمدوف هم میگفتن الان خاطرات در یادی من هست استاد بسیار یک بهترین شخصیت بودن وقتی که من همراه صدای خوجند گروه کرده نوازان نغاره نوازی میکردم در توی معرکه با استاد در یک توی ها اشتراک میکردیم اون که سراینده بودن ما با گروه کرده نوازان میرفتیم بعد من در موبایل علمون گروه کرده نوازان یک سرود میخوندم بعد میگفتم استاد یک تا سرود خوانم گفتم یک سخنی بهترینشون بود که یک تا نه 4-5 تا خوان که من گوش کنم چه خیلی تلنتت هست گفتم این سخنای میگفتن البته سخنای اون کس برای من یک الهام میبخشید با استودیو الهام المانوف قرار داشته بودیم همه جا گفته بودن که خدا رحمت الهام المانوف گفته بودن که این بچه من با این میشن خیلی ما هم ساز شوخ گو گفته گفت که هر روحشان شاد باشد الله رحمت کرده باشد اما وقت در ما بین ما نباشدم در خاطر ما همه وقت هستم کدام همین سرود معقول شود همون سرود رو اجرا کن میگفتم کدام سرود معقول نمیشد مجبور نکن خودت میگفتم من همین توی معرکه ها میرم خدا به شکر که معرکه به درونده روم همین سیموی استاد در خاطرم میبید سروداشون ایستاده میخواندگاشون صحنه ایستاده میخواندگاشون اینا بینید که یگان معرکه خوجند و هاکذا به دلربا مربا مرا غمگین مکن در زندگانی شبی مهتاب بود همه در خواب بود و عموما سروداشون یگان چش پهتاو جاش یا سرودای بینور نیست است سالهای طولانی از چندین سالها گذشت من خدا رحمت کند 12 سال گذشت من مثال رکلامی استاد نمیرد نکی مرکبه مثال مرا زکاس میکنم فردوسجان زکاس میکنم برای سرودی استاد زکاس میکنم برای دیگر سرود زکاس نمیکنم همین خلقم در اونجا روام اگر همون سرودای استاد تا خون میگود دیگر سرود نمیگود من حرکت کردیم نکی وای بوین نمیشد وای سرود بوین نمیبرد چقدر حرکت کردیم نشد خیلی همون 70% این استاد بوین رفت است استاد یک آدمی وقتچاق بودن لحظه‌ای میشد ما در چایخانه با تمام استادان هم کسبان در آش میشتیم یک پیاله چای استاد در اونجا لطیفه گویی ها میکردن بسیار سخنهای نیک میگفتن ما شاگردای دعا میکردن افسوس که امروز استاد در بین ما نیستن الها خداوند بزرگ جایشان را جنت کند
خواستم که همین استاد بیانه چی میگوید توی خودم دعوت کنم. همین چی گویم وقتی من یعنی به توی خانه دورشه بیاد. به توی خانه دورشه بیام دعوت کردنی بودم. افسوس که امکانیت نشد، افسوس که نصیب نبود است و فردوسکو یعنی فردوس مویدینوف رو بر دعوت کردم. یعنی تا زمانی که توی شما برپا شد علاقه استاد از اولم رفتن؟ بله از اولم رفتن. به فکرم 5 ماه بود که 6 ماه پیش من یعنی که نقشه گرفته بودم که بعد از 6 ماه یعنی ما توی میکنیم اما استاد عزیز میگویم برای اون که من سخت مخلص هستم برای که ما دور نه هستیم هم محله میگن چی میگن هم محله میگن همسایه هستیم هم محله هستیم و برای همون من خواستم که استاد دعوت کنم. یعنی یک بار ریپتیسه کنیم کنترل سرود خواندن یک بار چراغک دست راست دست چپ بسیار زیبا اومده از صحنه تماشا کنید بسیار زیبا شد همه چراغک و فروزان میرن سرودی از جانبخش کنسرت امروزه انسامبلی صدای سود امانگاه قاسموف و تمام حافظان فجار تشکر زیاد میگم همه شمایان تشکیل این همه آسان بود درباره تشکیل برنامه کنسرتی امروزه؟ به فکر من تماشا کردنم آسان نه. حسابی چی گفتگینده 3 ساعت شدن طاقت صبر در کار. البته این چیز آسان نه ما طول 1 ماه اسی این کار دوام دادیم. حرکت کردیم که سال از سال فرق کند کنسرت ما. و فکرم امروز یادبودی استاد عزیز تشکیل کردیم با کاخی فرهنگی ابو عبدالله رودکی من و فردوس جان و فکرم یگان تا خیلی یاد بود حالی نشده بود من ندیده بودم یک با فایز یک خوشروی گذشت من بینیت خرسند هستم که اینها مرا همچون پرودیوسر انتخاب کردن من بینیت خرسند هستم و فکرم عالی جناب گذشت. خب در دستتون اگر اشتباه نکنم سناریو درست؟ بله. خب همین از روی سناریو گویم هر یک نقشه به پررگی اجرا شد؟ بله من یک تاشه من حسنی خطی خودم من یک تاشه изменение کردیم حسابی برای فردوس گپ استانه اعظم اکبرов ما باید خواندیم که اون گپی فردوس اعظم اکبر همین چیز изменение شد ماندگیش همش خوشروی گذشت کری خدا من همش خط زده آمدم
این داستان میستد از سحر تا بگه رحمت آفرین جدا کنسرت عجایبی نقش شد دیگه بهترین Ben bu nereye gideyim aslanım? Izlemeye gör.